خبر کوتاه و خوشحال کننده است. حکم اعدام تتلو لغو شد. چرا که معتقدم هیچ آدمی نباید جون آدم دیگه‌ای رو بگیره. ساعتی پیش وکیل تتلو در پست اعلام کرد: با سلام و احترام درخواست ماده 477 و خلاف شرع بودن رأی صادر ثبت و دستور رسیدگی توسط ریاست محترم قوه قضاییه صادر گردید. انشالله که ختم به خیر شود. و بعد از اون هم خبرنگار حوزه موسیقی بهمن بابازاده این خبر رو تاکید کرد و از شکسته شدن حکم اعدام تتلو خبر داد. بابازاده تصویری از استوری میثم محمد حسنی واسط قرار تتلو و ابراهیم رئیسی منتشر کرد که در اون با تایید عفو تتلو از غلام حسین محسنی اژه‌ای تشکر کرده. به نوشته بابازاده، میثم محمد حسنی مدت هاست پیگیر پرونده امیر مقصودلو یا همون تتلو بوده. میثم محمد حسنی برادر احسان محمد حسنی رئیس سابق سازمان اوجه. بابازاده در ادامه پست خود نوشت: با توجه به اخبار خوب و موثق درباره تتلو، توقف کارزار خبرساز تایید و تجمع روز جمعه لغو اعلام شده است. باید به همه این موضوعات اشاره کنیم که وابستگی و حمایتی که بقیه سلبریتی ها از تتلو داشتن قطعا نقش بسیار پررنگی توی این موضوع داشته. چند تا از این استوریا و پستای خوب رو ببینیم.